دانشجویی به استادش گفت: استاد، اگر شما خدا را به من نشان دهید عبادتش میکنم و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نخواهم کرد. استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت: آیا مرا میبینی؟ دانشجو پاسخ داد: نه استاد، وقتی پشت من به شما باشد مسلماً شما را نخواهم دید. استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت: تا وقتی به خدا پشت کرده باشی هرگز او را نخواهی دید. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در همین حال گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند. وقتی به موضوع خدا رسیدند، آرایشگر گفت: من باور نمی کنم که خدا وجود داشته باشد. مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟ آرایشگر جواب داد: کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. به من بگو اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می شدند؟ بچه های بی سرپرست پیدا می شدند؟ اگر خدا وجود داشت نباید درد و رنجی هم وجود داشته باشد. نمیتوانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه می دهد این همه چیزهای بد وجود داشته باشد. مشتری لحظه‌ای فکر کرد اما جوابی نداد، چون نمیخواست جر و بحثی بکند. آرایشگر کارش تمام شد و مشتری از مغازه بیرون رفت. به محض اینکه از آرایشگاه بیرون آمد در خیابان مردی دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده. ظاهرش کثیف و ژولیده بود. مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت: میدانی چیست؟ به نظر من آرایشگر هم وجود ندارد. آرایشگر با تعجب پرسید: چرا چنین حرفی میزنی؟ من که اینجا هستم. من آرایشگرم. من همین الان موهای تو را کوتاه کردم. مشتری با اعتراض گفت: نه، آرایشگر وجود ندارد، چون اگر وجود داشت هیچ کس مثل مردی که بیرون است با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمیشد. آرایشگر جواب داد: نه، آرایشگرها وجود دارند. موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند. مشتری باز گفت: دقیقاً نکته همین است. خدا هم وجود دارد، فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.